با ثروتمندترین فرد جهان بیشتر آشنا بشیم. اسمش ایلان ماسکه و در سال 1971 توی فقیرترین قسمت جهان یعنی آفریقای جنوبی متولد شده. اولین جرقه ایلان ماسک به دنیای تکنولوژی از 12 سالگیش با کدنویسی و فروش یک بازی به اسم بلستر اتفاق میافته و $500 هم از این راه کسب درآمد میکنه. ایلان ماسک سال 1989 به کانادا و سال 2002 به آمریکا مهاجرت میکنه. اون توی سال 1999 به همراه چند شریک دیگه یک کمپانی پرداخت آنلاین به اسم x.com راه اندازی میکنن که چند سال بعدش به پیپل تبدیل میشه و به قیمت 1.5 میلیارد دلار به ایبی فروخته میشه. ایلان ماسک 28 ساله $100 میلیون از این سرمایه رو با ریسک خیلی زیاد برای تأسیس شرکت خودش به اسم اسپیس ایکس کنار میذاره که امروزه یکی از موفق ترین و پردستاوردترین شرکت خصوصی فضایی حساب میشه. ایلان ماسک در حال حاضر به طور همزمان روی برندهای خودش یعنی نورالینک، The Boring Company، OpenAI، SolarCity، تسلا، استارلینک، اسپیس ایکس و پلتفرم ایکس یا همون توییتر سابق فعالیت میکنه و توی هر کدوم موفقیت‌های جداگونه‌ای کسب کرده و دسامبر سال 2024 سرمایه ایلان ماسک از رقم 400 میلیارد دلار عبور کرد و به این ترتیب ایلان ماسک اولین انسان جهان با این حجم دارایی محسوب میشه. حالا شما بگید اگه 24 ساعت جای ایلان ماسک بودید چیکار میکردید؟ حقایق عجیب جهان رو در راست فکت دنبال کنید.